سلام بچه‌ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو از کانال روما. بچه‌ها این ویدیو برای کسایی که دوست دارن سر هر گردونه یک 10 تایی رایگان بزنن، این ویدیو مختص خودشونه. پس اگه تو هم جز همون دسته ای تا آخر ویدیو همراهمون باش. پس لطفاً دکمه ساب، لایک، کامنت فراموش نشه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، اول از همه نیاز داریم به یک کارت تخفیف که اینجا واسهتون زدم. مثلا این کارت تخفیفه سر هر گردونه ای که به ارزش 400 یوسی، 300 یوسی، 360 یوسی است یک دونه رایگان بزنید که به اینا نیاز داره به 150 تا پوینت. حالا این پوینت رو چجوری بگیریم؟ میایم بیرون رو گزینه میشه، سمت راست گزینه 4 و روی این پرچم بزنید. اینجا یه سری مشخصات بهتون میده که مثلا اون بالا نوشته 150 تا از 140 در 150 تا. اون به معنیه که هر سیزن بیشتر از 150 تا نمیتونه از این پوینت رو بگیریم. که کنارش هم یک 10 نوشته، منظورش اینه که هر روز بیشتر از 10 تا نمیتونیم بگیریم. خب حالا چجوری اینا رو روزی 10 تا بگیریم؟ اینجا نوشته گزینه مای فرندز، فرندایی که بیشتر از 7 روز آفلاین بودن و که اصلا کلهم داخل بازی نیومدن. اینجا باشون هر مچی که پلی بدین بهتون 4 تا پوینت میده. هر مچ 4 پوینت، که مثلا 2 مچ بدین میشه 8 پوینت، 3 مچ میشه 10 تا، 10 تاش کامل میشه. ولی اگه فرندی ندارین که بیشتر از 7 روز آفلاین بوده، عیبی نداره، میذارین گزینه کناریش کسایی که فرندتون نیست، جهانیه، به اینا اینوایت میدین، ولی با یک تفاوت. اینه که مثلا کسایی که غیر فرندتن هر مچ 2 تا بیشتر بهتون پوینت نمیدن، کسایی که فرندتن 4 تا. که مثلا اگه حوصله ندارین مچ زیاد برین، به اینا همونجور تک تک اد فرند بدین، تک تک اد فرند بدین که هر موقع درخواست قبول کنن بعد بیان قسمت مای فرند بهشون اینوایت بدین، بعد باشون مچ بدین که بتونید سریعتر تایمش کنین بره. که اگه 150 تاتون رو گرفتین، حالا دوست داشتین پوینت، دوست داشتین از این کارت تخفیفا بگیرین، دوست داشتین مینی متریال بگیرین، دوست داشتین متریال فورج شکسته بگیرین، که به نظر من این 10 تایی خیلی بهتره، چون ممکنه یک آیتم خفنی از بین اینا واسهتون بدن. یک آیتم به حساب شاید دیدین بهتون متریال داد، شاید بهتون دیدین گانشو داد اصلا، با این وجود که اصلا کیرش هم بهتون نمیده. والا پس این که اینطور دیگه. خب بچه‌ها، خیلی ممنون تا آخر ویدیو همراهمون بودین. امیدوارم دکمه ساب و لایک رو فراموش نکرده باشین. پس تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.